آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه شود هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ به نام پروردگار هستی، خداوند دانش و فرزانگی، خداوندی که به ما شعور داد، خرد و منطق ارزانی کرد و سرانجام نعمت خواندن و نوشتن بخشید. درود و احترام بر همه حاضران و غائبان. امیدوارم تندرست باشین و دلارام. و درود بر روان قهرمان زنده یاد، فرمانده خیرخواه، یاران جانفدایش و همه شهیدان راه رهایی کشور. ما مسلمانا معمولاً اول کلام را با نام و یاد خداوند شروع میکنیم. همان خداوندی که در قرآن به قلم و خط سوگند خورد. نون و القلمی و ما یسطرون. همان پروردگاری که در اولین خطابش به بشریت او را دستور به خواندن داد. اقرأ بسم ربک الذی خلق. و پیامبرش با اینکه خود امی و بی سواد بود، پیروانش را به کسب دانش دستور مستقیم داد. طلب العلم فریضة علی کل مسلم. اما امروز و پس از گذشت 1400 سال گروهی بر گرده های مردم حاکم شدند که قرآن را طبق میل خودشان تفسیر میکنن و بی اعتنا به نص حدیث خود را از پیامبر اسلام هم مسلمانتر میپندارند. پناه بر خدا. با گفته پورسینا به قومی مبتلا شده ایم که فکر میکنن خداوند غیر از آنها کس دیگری را هدایت نکرده است. یک زمانی نام اسلام برابر بود با دانش و هنر و تمدن، اما اکنون کسانی به نام اسلام بر مردم حکومت میکنند که بویی از تمدن نبردند. در سایه حکومتشان زنان زندانی، دختران محروم از تحصیل، جوانان بیکار و بی سرنوشت، فرهنگ و ادب در کنج فراموشی، نخبگان در حال هجرت و هنر و هنرمند جماعت خوار و پریشان. چقدر هماهنگ سروده زنده یاد سید اسماعیل بلخی درباره شرایط کنونی افغانستان. میگه حاجتی نیست به پرسش که چی نام است اینجا، جهل را مسند و بر فقر مقام است اینجا، علم و فضل و هنر و سعی و تفکر ممنوع، آنچه در شرع حلال است حرام است اینجا. به نام اسلام قفسی ساختند بر آزادی و کرامت خلق خدا و از دین شلاقی بر تن عریان مردم. پاسخ هر اعتراض اگر اعدام صحرایی نباشه قنداق تفنگ است و گوشه محبس و شکنجه های غیر انسانی، یک استبداد مطلق به نام دین. حجاج ابن یوسف ثقفی از امرا و والیان حکومت اموی بود که به بهانه اسلام و به نام اسلام و به بهانه تحکیم حکومت امیرالمؤمنین اون زمان جفا و بیداد بسیار زیادی کرد. بر روایتی بالغ بر 120,000 آدم کشت. درباره ستمگری های حجاج حکایت های بسیار زیاد نقل کردند. در یکی از همین حکایت ها آمده که زنی را به زن خوارج نزد حجاج آوردند. حجاج گفت از قرآن چیزی بخوان. زن چنین خواند: اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یخرجون من دین الله افواجا. حجاج بانگ برآورد: وای بر تو، یدخلون فی دین الله نه یخرجون. زن گفت این مربوط به زمان پیامبر بود،
اگر همچنان تو حاکم مسلمانان باشی، مردم فوج از دین خدا خارج خواهند شد. شک نکنین اگر حکام کنونی افغانستان با سیاست‌های همین امیر و همین شیوه حکمرانی پیش برند، مطمئناً روزی خواهد رسید که جوانان فوج و دسته از اسلام خارج بشن. یک قرائتی از اسلام ارائه میدن که سر آدم شاخ بیرون میکنه به اصطلاح. جهان رو ببینین در فکر چی برنامه ها هست و اینها در چی خیال. دنیا به فکر مدیریت هوش مصنوعی، ساخت ربات‌های انسان نما، گسترش تکنولوژی و اینها هنوز به این فکرن که آیا از پشت کلکین آشپزخانه سر زن دیده میشه یا نه. دنیا در اندیشه زندگی در مهتاب و مریخ و سفر به کهکشانها و اینا هنوز خیال میکنن که اگر دختر به مکتب و دانشگاه رفت و درس خوند قهر خدا نازل میشه. شما دیگه خوب قضاوت کنید. ترقی های عالم رو به بالاست ولی ما رو به پایین میترقیم. خطاب به سیاستگزاران طالبان میگم، در کله های شما چی میگذره؟ واقعا فکر میکنین که فقط شما مسلمانین؟ در بین این جمعیت 2 میلیاردی مسلمانان جهان، در بین این همه شخصیت‌های علمی و نخبگان اسلامی، فقط شما هستین که قرآن و حدیث و فقه میفهمین؟ این قرائت‌های بدوی و این سیاست‌های تنگ نظرانه از کجای شما میآید؟ نام دین رو به خدا بد کردیم، نام اسلام رو بد کردیم، هم به نام ملا. به گفته علامه اقبال میگه زمن بر صوفی و ملا سلامی که پیغام خدا گفتند ما را، ولی تعویلشان در حیرت افکند خدا و جبرئیل و مصطفی را. حالی کاش که فقط تنگ نظری باشه، تمامی امتیازات را به نام ملا جماعت انحصار کردیم. نه دانش را در نظر میگیرین، نه تخصص را، نه تجربه مسلکی را. معیار شما برای استخدام و امتیاز شده ملا بودن، عمامه کلان و محاسن بلند. شما ببینین همین لحظه وزیر معدن ملا، وزیر صحت ملا، وزیر تحصیلات عالی ملا، وزیر انرژی ملا، وزیر نمیدانم فلان چی ملا، وزارت فلان ملا، اداره های تکنیکی ملا، اداره های تخصصی ملا، امور نظامی ملا، امور فرهنگی ملا، والی و ولسوال ملا، رئیس مدرسه و دارالعلوم خب بی از اون ملا، رئیس شفاخانه و دانشگاه و آزمایشگاه هم ملا. بگفتیم ما هراتیا خیریت لالا چی خبر آخه؟ لکل فن رجال، هر کسی را بهر کاری ساختند، هر کسی را خصلتی بنهاده اند. در این جمعیت 35 میلیونی جامعه افغانستان اقشار دیگه هیچ حقی ندارند. آیا ملا جماعت آچار فرانسه و همه کاره شده و ما بیخبریم؟ یا نه کل جمعیت افغانستان ملا شدن؟ اینها دردهایی که متاسفانه در سرزمین ما جریان داره و عواقب ایره در سالهای بعد میبینیم. درباره حرفای من قضاوت سو نکنه، نه، من خودم ملازاده ام. پدرم خداوند رحمت کنن یک مولوی صاحب بودن. هرگز مخالف حرمت ملا صاحبا و جایگاه معنوی جامعه روحانی نیستم، اما واقعیت رو باید گفت. قل الحق ولو کان مرن. حرفای من شاید تلخ بیایه به کام بعضی ها، اما واقعیت. نتیجه این سیاست ها در فرجام بیزاری مردم از ملا جماعته.
مردم وقتی میبینن چپ و راست، بالا و پایین، در مکتب و مسجد، در کجا و ناکجا این ملا صاحبا هستن که لنگر انداختند، به مرور زمان از ملا جماعت و طبقه روحانی عقده پیدا میکنن، نفرت پیدا میکنن، چیزی که ما متاسفانه در برخی از کشورهای دیگه تجربه کردیم. دنیای امروز دنیای 10 سال و 100 سال پیش نیه. مردم با همان موبایل کوچکی که در دست دارن دنیا رو تعقیب میکنن، تحولات دنیا رو رصد میکنن و بعد از اون با اعمال شما میاین مقایسه میکنن. نسل امروز نکوره، نکر، نیم بی سواد. وقتی این همه انحصارگرایی، این همه خودخواهی، کوته نظری و سیاست‌های تنگ نظرانه به نام دین رو میبینن و وقتی میبینن که شما شلاق به دست از اسلام یک قوطی گوگرد جور کردین، چگونه تزلزلی در اعتقاداتش نیفته؟ و واپسین موضوعی که میخوام به اشاره بکنم، بی‌اعتنایی حکام کنونی به تنوع جامعه افغانستانه. افغانستان فقط یک ولایت و یک قوم و یک زبان نیست. 34 ولایت داره از اقوام و مذاهب مختلف. امروز متاسفانه بیش از 90% قدرت در افغانستان در انحصار یک قوم و یک زبان مشخصه. این یعنی چی؟ یعنی انکار مردم دیگه. از دو طرف انکار مذاهب از جمله شیعیان و اسماعیلیان هرگز با جامعه متکثر ما همخوانی نداره. صدها ساله که در افغانستان اقوام و مذاهب مختلف در کنار هم با تسامح و آرامش زندگی کردن و تاریخ شاهده. ای تحریک طالبان، خطاب به شما میگم، شاید از صراحت لهجه من خوش شما نیاید، اما باید بپذیرین، خوب به خاطر بسپارین این حرفا را. امروز شما با این سیاست ها، با این انحصار گرایی ها نفرت میکارین و فردا عقده و عداوت درو خواهیم کرد. عملکرد شما در دراز مدت مثل فنری که هر روز فشرده تر میشه پتانسیل نفرت و خشونت ذخیره میکنه و وای از آن روزی که حکومت شما سرنگون بشه. بیهوده هم خیال نکنین که تا ابد با زور و خفقان میتونین همه چیز رو کنترل بکنین. نه، فواره چو بالا شود سرنگون میگردد. اگر دیروز رادمردی چون احمد شاه مسعود فقید بر بلندای هندوکوش در میدان مبارزه و مقاومت ایستاده بود، اگر مبارزانی مثل فرمانده خیرخواه درفش آزادی را در کوههای اندراب برافراشتند و خونشان را در این مسیر ریختند، اگر هزاران شهید قهرمانی که جانشان را فدای آرمان سرزمین پدری کردند، امروز همین میدان خالی نمیمونه. نیاکان ما زیر بار زورگویی حاکمان وقت نرفتن. ما نیز این حقارت را، این زبونی را نمیپذیریم. ما در این سرزمین ریشه در خاک بودیم، هستیم و انشاءالله خواهیم بود. و تفاوت ما همانند تحریک طالبان منکر اقوام و هویت‌های دیگر نیستیم و این را همه ما باید به رسمیت بشناسیم که افغانستان سرزمین رنگارنگ اقلیت‌ها هست. ما به کشور میاندیشم که در او همه اعتقادات و باورها، همه اندیشه ها محترم باشند، همه اقلیت‌ها و هویت‌ها برابر باشند. در آینده مطلوب ما همه اقوام نخست برابر و سپس برادرند. ما برادر بزرگتر نداریم. الهی به صلاح آر که نیک بی سامانیم، جمع دار که بد پریشانیم. از اینکه شکیبایی کردین و سخنان پاش حبیب الرحمن پدرام را گوش کردین، یک دنیا سپاسگزارم. امیدوارم خاطر لطیف شما را پریشان نکرده باشم.
با فروتنی.